ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ با افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتاری هفتم را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن نویسنده اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازов شنوید. به مدرسه برگشتن خواجه کمال در شهر زود آوازه شد. شاعر روزی چهارشنبه به درس آمده دید که صحن حولی مدرسه پر از آدم است. مدرسان، شاگردان از دیگر مدرسه ها نیز آمده اند. خواجه به خطیب رو آورده پرسید که این جمع آمد از بهر چیست؟ خطیب پاسخ داد که مردم اشتیاقمند شنیدن سخن شما هستند. بسیاری ها با سؤال اینجا آمده اند. از این جمع آمد ناگهانی سیر آدم طبع شاگردان خیره شد. آنها در پیش ازدحام نمی توانستند با استاد خود آزادانه گفتگو کنند. به خصوص آنانی که شعر می نوشتند و لطیفه و حکایت می آفریدند از حد زیاد دلگیر شدند. خواجه کمال از بین حاضران دو سه کس را شناخت که به دربار حاکم دائما درآبرا می کردند. در سیر و سیاحت به گرد حاکم پیچیده به گفت خودشان از چشم غیر احتیاط می کردند. شاگردان عزیز، به طالب علمان مراجعت نمود. بیایید ما دست اول مهمانان را خوش آمدید بگوییم. در اینجا بعضی شخصان هستند که قدم مبارکشان بار یکم به آستانه مدرسه رسیده است. کنی بشنویم آنها از ما چه درخواست ها دارند. جناب شاعر، مرد میان سال اسبرو که به بر روی راستش جراحت داشت، به خواجه مراجعت کرد. ما آگهیم که مردم شهر ما از دو طبقه عبارت، یعنی طبقه ثروتمندان و طبقه بی‌بضاعت. شما به این چی میگویید؟ میبخشید، شما چه کسب و کار دارید؟ من در خدمت درگاه جناب حاکم میباشم. چه خدمت میکنید؟ هر خدمتی که فرمایند میکنم. یعنی خدمتگار هستید. اکنون بگویید که شما از کدام طبقه؟ از طبقه حکومت. حکم حاکم به شما واجب است. البته بی گفتگو. حکم شما برای حاکم آیا واجب است؟ من چه خیل به جناب حاکم فرمان می دهم. آخر شما از طبقه حکومت کو. اما به حکومت امر کردن به عهده من نیست. یعنی شما از طبقه بی حقوق حکومت. اجرای امر حکومت برای شما واجب است، اما امر شما به کسی واجب نیست. انا دیدید آن دو طبقه که شما گفتید باز به طبقه ها تقسیم شد. مگر جامعه از دو طبقه گفتن شما درست است؟ پس از روی فهمیش شما جامعه ما از چند طبقه عبارت بوده است؟ کسی از بین ازدحام سؤال داد. خواجه کمال دید که نزدیکان مدرس بزرگ نیز حضور دارند. آنها اینجا فرستاده شده اند که بودن و چی بودن خواجه را مقرر کنند. من با نمایندگان طبقه های جامعه ما شناسایی ندارم، اما به خوبی می دانم که مردم ما اساساً به دو طبقه جدا می شوند، به طبقه توانا و به طبقه ناتوان. در نوبت خود آنها نیز به شاخه ها جدا می شوند. انا خودتان شنیدید که این شخص خود را از طبقه حکمران می پندارد، ولی به کسی حکمش روا نیست، حالان که در اصل
از جامعه حکومتدار است. هر نزاع و جنگ و جدال، هر مناقشه و اعمال بد از توانگران میخیزد. مردمی ناتوان مهنت میکنند، غم روزگار را میخورند و برای حکومت کردن و منصب تلاشی ها وقت ندارند. از این رو این طبقه استوار و اساسی جامعه از همین مردم تشکل می‌یابد. خود شما از کدام طبقه هستید؟ از طبقه سرمایه دارم، ولی نه از طبقه توانگر و حکمران. تا جایی که به ما معلوم است شما عزم سفری مکة الله داشته اید. خدا خواهد نصیب باشد این عزم و اراده بنده است. بعضی ها می گویند که ملائک از مکه به کشورهای دیگر روح آدمیزاد را می کشانند. یعنی آن روحی را که به درگاه مقدس مکة الله ماندنش ممکن نیست. سؤال مرد ناشناس را ادامه می دهد کمال. مرا درست فهمیدید. این چنین از ملک‌های دوردست روح اشخاص معتبر را به مکة الله می بردند. صحیح ترش روح اشخاص جنتی را. اگر این طور است به مکة الله رفتن شرط است مگر؟ اولا من با ملائکی که روح آدمیزاد را می کشانده اند دچار نآمده ام. به فهم بنده چی مکه و مدینه، چی شهر و کشورهای دیگر، خلاصه سراسر کره ارض درگاه خداوند کریم است. اگر شما انسانی به خداوند صادق باشید می توانید در همه جا صداقت خود را ثابت نمایید. کاری نیک کنید، از رفتار بد خودداری نمایید. طاعت و عبادت نکوکاری‌اتان نامه اعمال شماست. ثانیاً مردم از روی اعتقاد بزرگ به مکة الله می روند که خاک جای پیامبر محمد صلی الله و سلم را زیارت نمایند، سجده کنند، برای اهل مسلمان بودنشان نماز شکرانه بخوانند. اگر بنده گناهکار آنجا رود از کرده پشیمان شود، خداوند کریم و رحیم است، بلکه گناهش را ببخشد. هر کس گمان داشته باشد که گناه می کند، بعد به مکة الله می رود و از داغ گناه تازه می گردد، این خطای محض است. زیرا مکه و مدینه بازار خرید و فروش گناه نیست. گناه و ثواب زیست و زندگانی با دل و نیت پاک انسانی پیوند است. مکة الله قبله اعتقاد و صداقت است. کسی در اندیشه آن باشد که با پول و مال به خود بهشت می خرد، دانید که گناهی عظیم صادر می کند. بیایید ما پیش از همه دل و نیت خود را پاکیزه نگاه داریم. خواجه: برای چی شما اعیان و اشراف شهرمان را به درگاه خود تکلیف نمی کنید؟ نمی خواهم که خود را با بزرگان نزدیک گیرم. اگر صحبت امروزه ما خوش آید، خرد و بزرگ همگان می توانند هر روز چهارشنبه تشریف آورند و ما به خدمت ایشان آماده ایم. استاد، پیش از رفتنتان می خواستم که شما به ما معمایی را بکشایید. مراجعت نمود مرد خوش صورتی میان سال که در دست کتابی داشت. ما به چند مدرس مراجعت کردیم ولی هیچ کدام به سؤال ما پاسخ نداد. بعضی از ایشان ما را ناقص العقل گفته دشنام دادند. به من از سؤال خود گپ زنید. خداوند کریم چرا نمی داند؟ ثانیاً خداوند تعالی چرا نمی تواند؟ ازدحام به جنبش آمد و غلغله برخاست.
بعضی از حاضرین مردی سؤال داده را طعنه می زدند: بی شرف، فرومایه، بیدین. خواجه کمال دید که دیر خاموش ماندن او مردم را به شور می آرد. احتمال آنها به سر آن مرد مشت بردارند. به این سؤال شما من پاسخ می دهم، گفت شاعر با آواز بلند. همه خاموش شدند. خداوند تعالی دیگر خدا را نمی داند که به مثل او باشد، زیرا وی یکه و یگانه است. ثانیاً او نمی تواند که به مثل خود خدای آفرد. همه لب فرو بسته بودند و معلوم نشد که آنها از جواب شاعر قناعتمند شده اند یا نه. تنها آن مردی که سؤال داده بود از دروازه خشنود برآمد و خدا را شکر گفت. جمع آمدگان پراکنده شدند. در صحن حولی شاگردان مدرسه ماندند. بیایید امروز با ایجادیات شما آشنا شویم. من به شنیدن شما پزمان شده ام. خوش، کی چی میخواند؟ کسی جرأت نمی کرد اولین شده چیزی بخواند. خواجه از یک سو به هر کدام نظر دوخت و دید که شاگرد مایوس و دل شکسته است. از وی خواهش نمود که از ایجاد خود چیز قرائت کند. وی از جای برخیست و به هیچ تأمل شعری بخواند. قصر دلم غمخانه شد، ذاتش بسی ویرانه شد. از خاک سر برداشت دل، عالم دید و دیوانه شد. مرغ وفا پرکنده دید، حاکم عشق او بنده دید. گریان و خواب آرزو، سر زیر پا افکنده دید. برداشت مشت و چرخ کوفت، ای بی خبر از ما تو گفت. انجام عمری خویش یافت، رفت و به زیر گل بخفت. خواجه کمال دیری به اندیشه فرو رفت. نهایت بفرمود که شاگرد بشیند. از اشعار شما من متأثر شدم. به دوش شما بار اندوهی گران افتاده است. خوب میشد غم به زیر پا سر افکند. اگر از سن جوانی توصیف غم و غصه کنید، پایان عمر سر به زیر ناله می نهید. خوب میشد من بعد چند شعر عاشقانه می نوشتید. هرچند قسمت عاشقان نیز شور است. عشق مددگار می شود که از زیبایی های جهان ذوق برید. هرچه خوشایند باشد خوب تصویر کنید و سیمای یار را از آن بالا گذارید. اگر این میسر شود، از گرداب غم و الم و یأس رهایی می یابید. عشق معجزه‌ای دارد که ما و شما به پررگی دریاب نکرده ایم. خواجه کمال از جای برخیست، چشم به کنج دوخته سخنش را ادامه داد. جهان خود سراسر تاریکستان است. انسان توسط روشنی دل بد را از نیک و نیک را از بد فرق می کند. اگر قلب را هم تیره سازیم، آدم و عالم همه یک جایه به دوده می غوطد. عشق، تنها عشق نور افزای باطن انسان است. تا قدم بر سری هستی ننهد مرد کمال، کس نخواند به جهان عاشقی ثابت قدمش. در عالم ظرافت و لطیفه چه گپ‌های نو. ذوق بلند با تبسم از جای خیست، به استاد تعظیم نموده لطیفه بخواند. روزی در قصر شاه شور و غوغا می خیزد. درباریان داد و فریاد می کنند که
گلتگمه زرینی چشمش الماسی ملیکه گم شده است. شاه به غضب آمده به وزیر اعظم سفارش می دهد که شخصاً به کافتکاو دزدی گلتگمه مشغول شده در 3 روز دزد را یابد. وزیر همه دزدان شهر را به زندان می اندازد، اما کسی از آنها به دزدی گلتگمه اقرار نمی کند. یک کس خبر می دهد که در سرای بازار مسافر به پیشانه خرش گلتگمه آویخته است. خر را با صاحبش زود به دربار می آورند. می بینند که گلتگمه ملیکه در پیشانه خر است. این را از کجا یافتی؟ می پرسد وزیر. در سری راه از مردی خریدم که دزد نما بود. دزدان را یک یک به او نشان می دهند. صاحب خر می گوید که آن دزد در بین آنها نیست. دزدان را جواب داده صاحب خر را به دزدی متهم می کنند. صاحب خر عرض می کند که سری دارد و می خواهد در تنهایی بگوید. چون درباریان برآمده می روند، صاحب خر به وزیر می گوید 2 شب پیش از این در پس باغ شاه در کنار جویبار به زیر درخت سنجید مردی به شما بسیار مانند به ملیکه خوش آمد می زد. کتف جنبانده بیت می خواند: من فدای ناز پرور خانمم، کو بیا شیم بروی زانوام. وزیر برابری شنیدن این بیت از جایش پریده می خیزد. شد کفایه، اینجا بازاری نقل عشق ورزی نی، به تو جواب دف شو. حق خدمت من، خدمت خرم چی می شود؟ گفته می پرسد صاحب خر: کدام خدمت؟ خری من هنگاس زد و شما ترسیده گریختید، وگرنه به دست شاه می افتادید. ملیکه از سراسیمگی گلتگمه را پرتافته رفت. من آن را از زمین برداشتم. اگر به دست کسی دیگر می افتاد آورده به شاه می سپارید. ما این همیان را بگیر، دیگر به نظرم ننما. به جان و دل وزیر اعظم، هر وقت همیان خالی شد من فدای ناز پرور خانمم گفته از نزد دربار می گذرم. دانید که این منم و مرا از همتتان بی نصیب نگردانید. به تو گفتم که دیگر به نظرم ننما. اگر بی همتی کنید مجبورم بیت را به خود شاه بخوانم. خیر برو، به گمانم از تو جای خلاصی نیست. لطیفه خوب، گفت خواجه کمال، کمی کشال یافته است. لطیفه هر قدر کوتاه باشد همان قدر دلچسب می شود. روزی دیگر یسوع آمده خواجه کمال را به درگاه حاکم برد. محمد با او رفت. در قبولگاه حاکم مردی تنومند شکمدار به مثال خمیری رسیده با سر روی ورمیده دست به زیر سر به تاقچه تیریزه نهاده پینک می رفت. یسوع پای به آستانه در نهاده: های خال خمیر، چشم کشا که جهان به آخر رسید، گفته فریاد کرد. مرد خوابالو چشم به اطراف دوانده السلام علیکم گفت. خواجه را با سپارش حاکم آوردم، در آمده عرض بکن که حاضرند. یسوع این را گفت و به پاسخ نگران نشده برآمده رفت. مردی خامفربه دری مابینی را گشاده در پس آن غیب زد. زود برگشت، خیره خندید و استهزا آمیز عرض نمود که جناب حاکم الحال به حضور پذیرفته نمی توانند، کمی برداشت کنند. استاد، او به ما پیشخند زد، گفت شیخ. نه، شما درست اعتبار نداده اید. من به وی پیشخند زدم. او در جوابش لب اینچ کرد. چه خبر آوردنش را من درک کرده بودم. به این شخص نیکی کرده
سبق دادن لازم. شما با مرگ آشنا هستید و او را دوست می دارید. پرسید کمال: با کدام مرگ؟ مرگ را چطور دوست داشتن ممکن؟ مادام که مرگ را نمی پسندید، چرا با دادرش آشنایی دارید؟ کدام دادرش؟ شما چی ها می گویید خواجه؟ خواب دادری مرگ است. می بینم که شما او را دوست می دارید. هوشیار باشید که روزی بیخواست از گلویتان می گیرد و به نزد برادرش می برد. از خانه درون آوازی زنگولچه بلند شد. مرد خواجه را به در آمدن تکلیف کرد. طبابت سر شد، گفت شیخ محمد. حاکم به سلام شاعر با دلی ناخواهم علیک گرفت. شما را برای آن دعوت نمودم که بزرگوار به آستانه درگاه ما قدم نهید. نساعت شما احترامی به پایان داریم، نه برای آنکه طبقه های جامعه ما را مقرر کنید. هر فرد به هنری خود مشغول شود، جامعه آرام می گیرد. آن به که شعر می نوشتید و به کار و بار رعیت دخالت نمی کردید. من از شما بدگمان نیستم، اما علما و حکما از شما ناراضی‌اند. در مدرسه درس گفتن را به شما من می کنم. هر چی خواهید در حق بنده بگویید، ولی از رأیم نمی گردم. تا صحت یافتن سید فرخ در مدرسه بسته می شود. می توانید از این درگاه برآمده روید. شاعر که در عمر خیش هیچگاه چنین سخنان درشت را از هیچ کس نشنیده بود، در جایش شخ شده ماند. نهایت کسی به گوشش گویا داد زد که زود از اینجا بدر رو و راه گریز را پیش گیر. سید فرخ از صورت این واقعه خبر یافت. از بیماری اش صرف نظر کرده صبح دیگر پیش از نماز بامداد به مدرسه آمد. بعد نماز حاکم و مدرسی بزرگ با نوکران به بستن در مدرسه آمده سید فرخ را آنجا دیده دست و پا خوردند. ما را معذور می دارید، از سیرکاری به عیادت شما رفته نتوانستیم. عذرخواهی نمود حاکم. خدا را شکر که شما را صحتمند و در قید عافیت می بینیم، گفت مدرسی بزرگ. من هم از آن شادم که هر دوی شما را سلامت می بینم. سید فرخ: من به خوبی می دانم که شما از اشخاص شهرتمند نیستید. در بین مردم آبروی اعتباری بزرگی دارید. حاکم در صحن حوله مدرسه قدم زنان آرام و با تمکین سخن می گفت. از قول کسان در مدرسه صحبت‌های بیرون از درس آراسته کمال را گلی سری ثبت کرده نشان می داده اید. شما را پشت و پناه کرده هرچی خواهد می گفته است. شما نه تنها پیش راهش را نمی گیرید، بلکه عقیده های ناسواب او را دستگیری می کنید. نمی فهمم این را بر قصد کی می کنید؟ چشم به مدرسی بزرگ دوخته افزود حاکم. حضرت حاکم، به من باور کنید که خواجه کمال فرد یگانه است که برای تصدیق هر فکر خود دلیل و برهان رد ناپذیر و قاطع می آورد. آن همه از کتاب‌های علمی و از فرموده‌های حکیمان شناختند. واقعاً در حجره خواجه کتاب‌های بودند که در دیگر مکتب و مدرسه های ما نیستند. سر برداشته به سید فرخ سوال آمیز نگریست حاکم. این راست است. دایره مطالعه خواجه کمال
به غایت وسیع و خوب می شد که ما این دایره را به چشم خود می دیدیم. گفت مدرسی بزرگ. مرحمت، به حجره خواجه می درآییم. شما راهنما شوید، بعد ما می درآییم. دست گشاده حاکم سید فرخ را پیش انداخت. حجره خواجه کمال وسیع و یک طرفش از کتف آدم بالاتر تا به سقفش تاقچه بود. 6 تاقچه وسط دیوار حجره پر از کتاب بود. قریب 90 جلد را تشکیل می کرد. حاکم به اختیار به مدرس بزرگ نگاهی معنیداری کرد. مدرس بزرگ کتاب‌های تاقچه یکم را یک یک به دست گرفته ورقه عنوانی اش را گشاده نام آنها را با آواز بلند به زبان راند. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، کلیله و دمنه ابو عبدالله رودکی، خمسه نظامی گنجوی، منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار، دیوان شمس تبریزی جلال الدین رومی، کلیات سعدی، دیوان امیر خسرو دهلوی، دیوان بس است. پیش سخن مدرس را برید حاکم. من در تذکیره های خواجه عبدالله از این اثرها بسیار دیدم. در خانه هر یک شخصی صاحب سواد شهر ما از این کتاب ها یافت می شوند. نمونه کتاب های دیگر تاقچه ها را بینیم. اگر این همه را پره از نظر گذرانیم وقتی نماز پیشین می شود. مدرس از تاقچه دویم انوار تنزیل قاضی بیضاوی شیرازی را گرفت و گفت که در مدرسه های ما از روی این اثر درس می گویند. خوب است، تصدیق نمود سید فرخ. گذشته از این ما از جامع الصحیح اسماعیل بخارایی استفاده می بریم که نیز به شرح حدیث بخشیده شده است. می بینم این کتاب در من هم هست، پاسخ داد مدرسی بزرگ. اما من از صحیح مسلم نشاپوری را می پسندم. این کتاب از چی بحث می کند؟ سید فرخ کتاب مفتاح العلوم را از دست مدرس گرفته عرض کرد که مؤلف اثر سراج الدین سکاکی خوارزمی دانشمند بزرگ علمی کلام است. خواجه کمال این کتاب را به حد دوست می دارد و به مؤلف آن اخلاصمند است. شاعر اسلوب شعرهای کدوچه‌دار دخوره نوشتن را از همین اثر آموخته باشد. پرسید حاکم و این 2 بیتی را قرائت کرد. ما در این دیر فتادیم همه روزی الست، رند و دیوانه و قلاش و خراباتی و مست، مهنتی ما همه دولت، غمی ما جمله نشاط، هستی ما همه نی، نیستی ما همه هست. سید فرخ در مقام جواب حرفی نزد. من از شما میپرسم. طبعش کاهیده حاکم به مدرس غضب‌آلود نگاه کرد. از این معامله درشت سید فرخ آزرده خاطر گشته گفت که خواجه کمال صدها کتاب را مطالعه کرده است. کدام از آنها چه تأثیر گذاشته است شاعر میداند و خدا. من قدرت مقرر کردن آن را ندارم. حضرتم، به حاکم رو آورد مدرسی بزرگ. من این اثر را بار اول میبینم. قبل از این نام این عالم را نشنیدم. آن چی بود است؟ پرسید حاکم. الکشاف علامه جارالله زمخشری خوارزمی. من هم نشنیدم. سید فرخ، شما از این کتاب با خبرید؟ بله تقصیر، به طفیل خواجه کمال مطالعه کردم. کنی گپ زنید شاید ما هم به آن رغبت پیدا کنیم.
این تفسیر از روی عقاید معتزله نوشته شده است. چنان که شما آگاهی دارید معتزله جریانی است که عقل و خرد را ستایش می کند. هر آنچه از روی عقل است این مسلک فلسفی می پذیرد. آنچه به عقل راست نمی آید خیالی می پندارد. جریان معتزله با برهان قاطع اثبات می نماید که قرآن مجید کلام از غیب نبوده در زمین نوشته شده است. از این باعث حکایت و روایت کتاب‌های متقدم در قرآن نیز هستند که به هستی دنیوی اکنون شما به خود آمدید. گفت حاکم این عقیده شما یا از خواجه کمال است؟ این فرموده تفسیر الکشاف جارالله خوارزمی عقیده خواجه کمال و پیروی شما به فرموده های خواجه کمال با قهر سخن سید فرخ را قطع نمود مدرس بزرگ. این زمان فکرهای شاعر کمال در ما به خود حکم قانون را گرفتند. واقعا اندیشه او را تقویت داد حاکم. شما از تفسیرها سخن میرانید اما قرآن شریف را فراموش کرده اید. من در این تاقچه ها نسخه از کلام الله را نمی بینم. حضرتم در اختیار خواجه کمال نسخه قرآن مجید هست که یگانه و در صنعت خطاطی ناتکرار می باشد. گفت سید فرخ من مصلحت دادم که وقتی رفتن آن را به خانه گرفته برد. شما چه ها می گویید؟ پیشخند زد مدرسی بزرگ. قرآن را می دزدند مگر؟ باور کنید می دزدند. من نسخه قرآن دزدی را در حولی شما دیدم. چی؟ در حولی من نسخه قرآن دزدی؟ در حقیقت شما بیمارید. بشور آمد مدرسی بزرگ. جناب حاکم شما میشنوید؟ سید فرخ به گردن مدرسی بزرگ گناهی عظیم را بار کردنی هستید. ولی حضرتم عذر میخواهم، من با این سخنم در نزد هر دوی شما گناهکارم، اما دلیل قاطع دارم. آن کتابی که به شما تحفه آوردن اصلاً از آن ابو سعید است. آن نسخه نادر به او از بابایش میراث مانده بود. با نیت آن که روزی داماد طلبان به خواجه کمال تحفه می آورد به صندوق سر و لباس داماد پنهان کرده بود. غارتگران با بخچه و صندوق آن را نیز برده اند. شما می خواهید بگویید که من با دزدان شریکم؟ خدا نگه دارد. من می خواهم بگویم که آن را خریده آورده به شما تحفه کرده اند. این را شما از کجا می دانید؟ با غضب پرسید حاکم. در پس صحیفه آخرین مهر کتابدار است. صد افسوس که حضرتم به این اعتبار نداده اند یا نام بابای ابو سعید را نمی دانند. اکنون چی باید کرد؟ پرسید حاکم. بگذار این سر پنهان ماند، پاسخ داد سید فرخ. من بعد آن کتاب را به هر کس برآورده نشان نمی دهید که باعث ناخوشی می شود. مدرس دست به سر سینه نهاده تعظیم نمود. حاکم نیز خیلی نرم و مهربان شد. مرحمت، همراه ناشتا می کنیم، پیشنهاد نمود سید فرخ. هر دو عذر و معذر نموده مدرسه را ترک کردند. خواجه عبدالله روی جای نماز دو زانو نشسته به راست و چپ سرگردانده السلام علیکم و رحمت الله گویان دست بر او کشیده آمین گفت. از جای برخیست، جای نماز را غنداشته به سر میخ دیوار آویخت. کمال شتابان به پایان صوفه آمد. به پدر سلام داد.
خواجه علیک گرفت. بری کرپچه گسترده را نشان داد که کمال بشیند. لگند دسترخوان پوش در دست از حوله درون مادر برآمد. کمال به پیشوازش رفته لگند را از دست مادر گرفت. در خانه هیچ کس نبود مگر که خودتان دسترخوان آوردید؟ پرسید شوهر. مرحمت بشینید. بودند اما تشویش ندادم، گفت مادر، و خواستم در تنهایی با شما عرض و داد کنم. کمال نان پاره کرده به نزد پدر و مادر گذاشت. مرحمت بفرمایید، به شنیدن عرضه شما حاضرم. تشکر، گفت و ذهن مانده مادر به فرزند نگریست و خاموشی اختیار کرد. گوشم به شما یا از رأیتان گشتید؟ من شبی دراز میشه ته نکردم. روز گذشته به خواستگاری رفته بودم. به درگاهی که قدم نهادم خوش پذیرفتن، سخنم را به زمین نگذاشتن. بال و پر برآورده با دلی شاد برگشتم. مادری عزیز. کمال میخواست پیش سخنی مادر را بگیرد. پسرم صبر کنید، سخنی مادر را نبرید. خطاب نمود مادر. عذر میبخشید. در دیده های مادر اشک حلقه زد. از زیر آب دیده چشمان شهلای او به مثل ستاره هایی که عکسشان در آب افتاده باشد می درخشیدند. رخساره اش گلگون شده، قطره های اشک آن را شسته همچون نفسی صبح تازه کرد. من از پسر نالم، دل در سینه به درد می آید، جگرم آب می شود. با علم سخنش را ادامه داد مادر. فرزند عزیزم، دین مرا تنبیه دادید که من بد کو به کوی و در به در نگردم، برایتان عروس نکابم. مادری مهربان، 100 بار عذر می خواهم. شما را تنبیه ندادم، بلکه خواهش نمودم که من می فهمم، بلکه آهنگ سخنتان به دل مادر سخت رسیده است. چی شما می خواهید به یک عمر مجرد بمانید؟ این به انجام سفری من وابسته. کدام سفر پسرم؟ خواطرآمیز پرسید مادر. شبی گذشته گلندام را در خواب دیدم. وی فرمود که پدر و مادر به یکدیگر نگریستند. افزایشان بیجا شد. عیان بود که آنها عرض پسر را نمیپذیرند. مادام که گلندام فرموده است، عرض من اعتبار ندارد. سخن پسر را برید مادر. بگویید که او چی فرمایش ها داد. وی به من گفت که چرا خود را عذاب می دهید؟ خواهید که بار غم از دوش بگیرید، عزم سفر نمایید، به زیارت مکة الله بروید. راضی شدم. در خوابم به او قول دادم که حتما به سفر می برایم. هر 3 مدت لب فرو بستند. مادر مایوس شد و سر پایین افکند. اشک چشمانش 6 قطار می ریخت. پدر رو به زوجه اش آورده گفت می دانم که دلی هر دویتان می سوزد. دل من غم پرور شده است. از آن تسلیاب شدم که نوری چشم برای با شرف روان می شود. من هیچگاه پیش راه ثواب را گرفته نمی توانم. مادر، شما هم شفاعت کنید. من چه علاج دارم؟ دنیا را چنین ساخته‌اند که یک عمر دل آچه به بچه و دل بچه به کوچه. این همه خواست خداوند است. معلوم می شود رزق شما را تا به مکة الله پاشیده اند. تشکر، گفته کمال تعظیم کرد
و به پای خیست. بعد چند روز از قاشغر کاروانی سرنفوس برمی گردد. آنها تاجران عربند. همراه می شوید. در بینشان دوستان من هستند. تشکر پدر، هرچی فرمایید به چشم. اما می خواهم اول به سمرقند بروم. استادم سید فیروز نیکنام را زیارت کنم، دعا بگیرم، بعد به سفری مکة الله برایم. من راضی، گفت پدر و چشمش پر از آب شده دستان لرزانش را به دعا برداشت. مادر، برای اقدامی نیک، برای سفری بی خطر به پسر فاتحه دهیم. پدر پیش از روز سفر از کمال خواهش نمود که امشب در بری مادر خواب کند. با جان و دل پدر، اما می دانم که آن کس شبی دراز میشه ته نکرده گریه می کنند و دل آزرده من به این تاب نمی آرد. و این شب همچون لحظه مصیبت ابدی به یادها می ماند. آن به که فردا پیش از خیر و خوش با مادر تنها به تنها نشسته باری دیگر دعا بگیرم. کاری خوب می کنید، رضا شد پدر. واقعا نصرالدین تنبوری پگاه به خیر و خوش نمی آید. چرا پدر، از چی باعث وی از من رنجیده است؟ نگفت. نه پسرم، وی از شما همیشه منت دار. با سید فرخ به دهمای رفتند که در لب چشمه جای تخت کنند. می خواهند به شرف شما ضیافت بدهند و از آنجا آزاد کنند. صبح ودا فرا رسید. خواجه کمال و محمد به حولی درون در آمدند. دیدند که زنی بسیار جمع شده است. آنها سر خم کرده با تعظیم به پیشواز خیستند. مادر فرزندها را به آغوش گرفته ببوسید. مادر جان، مراجعت نمود محمد، در حولی بیرون مهمان بسیاری هست. پدرم دست تنهایی نکشند. من برآمده به آن کس یاری کنم. شما با استاد بی با صحبت کنید. سلامت باش فرزند عزیز، تو که با برادرت همراه هستی خاطرم جمع. دست به دعا کشاد. اله سرتان از سنگ باشد. به همدیگر پشت و پناه شوید. روی درد را نبینید. سفرتان بی خطر شود. به مراد و مقصدتان رسید. صحت رفته سلامت برگردید. خدا یارتان باد. آمین. زنان به مادر پیروی نمودند. با آواز بلند آمین گفتند. شما گفتاری هفتم را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که آن به 675مین سالگرد بزرگداشت شاعری شهیر تاجیک کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانشی بدیعی.